بالهای نورانی استغفار، پروازی به سوی آسمان رحمت. یک لحظه چشمانتان را ببندید و تصور کنید هر بار که با خلوص نیت زمزمه می کنید استغفر الله، پرنده‌ای از جنس نور و امید متولد می شود. فرض کنید روزی 100 بار این ذکر شریف را تکرار می کنید. این یعنی روزی 100 پرنده سپیدبال که مأموریت دارند بارهای سنگین و نامرئی روی دوشتان را بردارند. هر استغفار مانند یک مغناطیس قدرتمند عمل می کند. به محض صعود به سمت آسمان، تیرگی‌ها، لغزش‌ها و غبارهای گناه را که بر آیینه دل نشسته‌اند به خود جذب می کند و با خود بالا می برد. این استغفارها در ملکوت گم نمی شوند. آنها نزد پروردگار مهربان می روند و آنجا به عنوان سند بندگی و گواهی پاکی شما بایگانی می شوند. آنجا که اقیانوس رحمت خدا بیکران است، آن گناهانی که با استغفار بالا رفته اند شسته شده و محو می گردند و جای آنها را نور پر می کند. وقتی کلید گنجینه‌های آرامش در دستان زبان ماست، چرا در استفاده از آن خساست به خرج دهیم؟ استغفار کیمیای تبدیل تاریکی به نور است. استغفار پلی است که فاصله ما و خدا را که با گناه ایجاد شده پر می کند. بیایید از امروز زبانمان را به این ذکر شیرین عادت دهیم. نگذاریم غبار غفلت روی قلبمان بنشیند. با هر استغفار پنجره‌ای رو به باغ سرسبز زندگی باز کنید. بگذارید خیر و برکت مثل باران بهاری بر کویر مشکلاتتان ببارد و رزق و روزی چه مادی و چه معنوی در زندگیتان جاری شود. استغفار فقط پاک کننده نیست، دعوتنامه است برای ورود نور، آرامش و برکت به لحظه لحظه زندگی.